شام 12 اپریل سال 2022 در مسجد بازار میوه و سبزیجات اوراژای در کوچه ارتینسک 25 در شهر اکاترینبورگ روسیه برای مسلمانان دسترخوان افطار آوردند. در این افطار با دعوت مفتی مسلمانان ولایت سوردلوفسک عبدالقدوس اشارین کنسول تاجیکستان در اکاترینبورگ ظفر سیدزاده نیز اشتراک کرد. پایگاه خبری اسلام نیوز خبر داد که در افطار بیش از 200 نفر و در نماز تراویح بیش از 500 نفر اشتراک داشتند. بنابراین منبع کنسول تاجیکستان ظفر سیدزاده نیز همراه مردم نماز شام خواند و سپس افطار کرد. بعد تناول غذا امام خطیب مسجد بازار اوراژای میرزا نظاروف که او هم زاده تاجیکستان است رشته سخن را به کنسول تاجیکستان داد. ظفر سیدزاده در سخنرانیش به نقش و اهمیت معنویات و ارزش‌های روحانی در حیات مردم از جمله مهاجران تاجیک پرداخته از مسلمانان خواست که در برابر اجرای 5 فرض دین اسلام که روزه ماه شریف رمضان نیز یکی از این فرض است کوشش کنند که نفس خود را از لحاظ معنوی اداره کنند، به زینه‌های بلندتر تکامل برسند و انجام کارهای ثواب را در اولویت زندگی خود قرار بدهند. کنسول تاجیکستان همچنین به ضرورت همزیستی مسلمانان با پیروان دین‌های دیگر تاکید کرده گفته است اسلام اصیل به ضد دین‌های دیگر مبارزه نمی‌برد، بلکه مسلمانان در مسیحیان و یهودیان نیز وارثان ادیان ابراهیم را می‌بینند که همه به یک خداوند عبادت می‌کنند و طبق وصیت‌های حضرت ابراهیم به سر می‌برند. ظفر سیدزاده ژورنالیست، دیپلمات، عالم و سیاستمدار تاجیک 18 دکبر سال 1961 در شهر دوشنبه به دنیا آمده. سال 1983 رشته تاریخ دانشگاه دولتی تاجیکستان را ختم کرده است. او سال 1980 رساله نامزدی و سال 2016 رساله دکتریش را حمایت کرد و عنوان دکتر علم‌های تاریخ را به دست آورده است. ظفر سیدزاده در سالهای 80 در کمسمول کار کرده. در نیمه اول سالهای 90 رهبری ریاست اطلاعاتی وزارت خارجه تاجیکستان و سال 1995 تا 2003 سخنگوی پرزیدنت امامعلی رحمان بود. ظفر سیدزاده سپس از سال 2003 تا 2008 مدیر خبرگزاری خاور و سپس تا سال 2019 مشاور و بعداً یاردمچی پرزیدنت در مسائل سیاست خارجی بود. 17 فوریه سال 2020 کنسول تاجیکستان در اکاترینبورگ تعیین شد. ظفر سیدزاده مؤلف بیش از 70 کتاب بوده. سال 2001 سزاوار جایزه اتحاد ژورنالیستان تاجیکستان به نام لاهوتی گردیده. سال 2016 با مدال خدمت شایسته قدردانی شده است.